علم مادر باشه سوال کرده. سلام علیکم داملای محترم، خواهش میکنم به این سوال من روشنی می انداختید. من صاحب پسر می باشم، برای من دیگر تولد کردن ممکن نیست. اگر من از خانه کودکان یعنی اینترنت دخترچه گیرم می شود یا بر پسر و شوهرم نامحرم می شود در اسلام جایز است یا اینکه نه؟ روشنی اندازید التماس. خیلی ضرور است. اکنون مادر اسلامی شما وقتی که یعنی میخواهی که دختر گیره، این فقط یک حیله شرعی داره. شما یک کودکی را میگیری که وای شیرخواره باشه. اگر از شیرخواره بیرون باشه، مثلا کلان گیری، اگر شما 5 ساله و 6 ساله گیری، دختر باشه وقتی کلان شد وای یعنی به پسر شما و به شوهرتون نامحرم میشه، اونها دیده نمیتوانند. اگر پسر باشه کلان شد به بلاغت رسید، برای خود شما نامحرم میشود، یعنی شما و دیگه یعنی نگاه کردن نمیتونه. شما گفته که دختر گرفتنی هستی. وقتی دختر گرفتنی باشه، شما یک حیله شرعی میکنه. اون دختر از حالت شیرخوارگیش میگیره. شوهر شما یگان اپا یا خواهر شیر دهنده باشه، هوای کودک شیر میدهه. وقتی که شیرش داد و مادر رضاعیش میشوه، مادرش کشید، یعنی شوهر شما با وی تقایش میشوه، پسر شما با وی یعنی انا پسر تقایش میشه. در این صورت وای دختر میتونه که همراهی شما زندگی کنه. اگر پسر گرفتنی باشه، یگان نفر از خش تبار ختون یعنی خواهرتون یا اپتون برای وی شیر دهه، در حالت شیرخواره باشند. بعد از اون برای شما یعنی پسر رضاعی خواهر اپتون حساب میخوره. وقتی کلان هم شد، اون برای همراه شما میتونه که زندگی کنه. اگر از شیرخواره کلان باشن براتون درست نیست، چون که اگر پسر باشه به بلاغت رسید، برای شما دیدنش درست نیست. اگر دختر باشه به بلاغت رسید کلان شد، برای شوهرتون و پسرتون دیدنی وی درست نیست در شریعت.